سلام به شما دختر قندولک و مقبولک. لطف داری. من 70 سالم هست و در خانه که تنها هستم داستانهایت را گوش میدم. دلم شاد میشه. ها دخترم، انسان در وقت زندگی خود با مشکلات بسیاری مواجه میشه. همه اینهایی که شما میخوانی از درس زندگی مردم هست. انسان باید یاد بگیره. من خودم در این زندگی بسیار مشکلات دیدم. یه چیزی را به شما تعریف میکنم از جوانی خود. یعنی ببین انسان چقدر چیزهای عجیبی ممکن است که ببینه. من یک زمان در بیمارستان روانی بستری بودم. همون اوایل که ازدواج کردم و حالا خیلی سال میگذره. ولی خب زندگی بالا و پایین زیاد داره. من یک تازه عروس بودم. تازه در خانه جدید آمده بودم و با شویم زندگی خود را شروع کرده بودم. خب میگن که یه آدم به خصوص یه دختر که به یه خونه جدید میره وضع زندگیش عوض میشه. یه چیزهایی سر اعصابش تأثیر میکنه. یعنی اینکه گاهی وقتا زیاد اتفاق افتاده که اون دختر آل میزنه یا یک پری او را از خود کرده که دیگه نمیخواسته شوهرش با اون نزدیکی کنه و یا میامده با اون نزدیکی میکرده و باید ببرنش دعاخوان که او را خوب کنه. خانه ما در مکرویان کابل بود. یک چند روز قبل از اینکه من وارد این خانه بشم، دختر همسایه پایین ما طفلک 5 ساله از روی بوم میفته و میمره. من یک چند روز بعد عروسی کردم آمدم در این خانه و میدیدم که تکیه سیاه زدن در خانه همسایه ما. شوهرم به من نمیگفت که چی شده، ولی میگفت که یک نفر در خانهشون فوت کرده، اما نمیدانستم که یک بچه خرد در خانه فوت شده. فکر میکردم کدام پیرزال یا یه پیرمردی بوده. هر شب در این خانه صدای گریه یک بچه ای را میشنیدم. شوهرم که میامد میگفتم این همسایه بچه‌ش همش گریه میکنه. نمیدونم چرا خانوادهش بهش اهمیت نمیدن. شوهرم میگفت من که هیچ صدای گریه‌ای نمیشنوم. و راست میگفت. وقتایی که اون بود هیچ صدای گریه‌ای نمیومد. من بیشتر این صداها رو وقتهایی که در خانه تنها بودم میشنیدم. و شویم هم نمیدونم چرا برای من نمیگفت که این همسایه ما اصلا بچه‌ای نداره. چرا که بچه‌شان چند شب قبل مرده. اصلا اونها در خانهشان نبودن. اون روزهای اول که من رفت و آمد میکردم هیچ کس اونجی نبود، چون اونها جنازه دختر خود را برده بودند، در یک دهاتی دفن کرده بودند و تا 40مش هم نبودند. اما من همیشه شبها صدای گریه را میشنیدم و گاهی وقتا هم که از خرید برمیگشتم صدای پاهای بچه ای را میشنیدم که از پله ها بالا میرفت. وقتی دنبالش میکردم میدیدم انگار وارد خانه همسایه میشه. باز نگاه میکردم میدیدم درشون قفله. عجب. 1 ماه بعد از اینکه من خونه شوهرم اومده بودم تازه همسایه‌مون سر و کله‌اش پیدا شد. یک زن تنها و ماتم زده با لباس سیاه. یه بار شوهرم اومد خونه و گفت فرزانه جان. گفتم بله. گفت بیا به سلامتی این همسایه‌مان برویم، بنده خدا داغ دیده. گفتم چی؟ داغی دیده؟ راستی اینها کجا بودن تا حاله؟ چرا در خانهشان تکیه سیاه زده بودن؟ گفت اونها بچهشان چند روز پیش از عروسی ما از بوم افتاد. در همین سرای ما که حیاتش مشترک است. از بالکن اونها افتاد و سرش 2 تیکه شد و یه صحنه بسیار دلخراشی بود. و من واقعا خوشحال بودم که در سرا نبودم در اون وقت. وقتی که آمدم دیدم که میگن اینها این طفل همسایه از بالا افتاده و سرا را خون برداشته بوده. دیگه مادر دخترک دیوانه شده بود. او را بردن در روستایشان، بچه را هم باهاش بردن و اونجا خاک کردند. تا 40مش پیش خواهر و مادرش در اون روستا بوده و حالا آمده. بیا بریم یه سلامتی بهش بدیم. این حرفای شوهرم کمکی به سرم بد خورد. هم یک آن دفعه انگار همون صحنه به جلو چشمم آمد که یه بچه 5 ساله در بین حیات ما افتاده و خون تمام حیات را گرفته. یک حس خاصی مرا گرفت. به شوهرم گفتم چرا زودتر به من این را نگفتی؟ گفت چی نیازی بود؟ حالا که او زن همسایه آمده بهت میگم که بفهمی در حق همسایگی سلامتیش رو بده. من بهت نگفتم که ذهنت مشغول نشه، غم نخوری. خلاصه رفتیم در خونه اون زن بیچاره که یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون. برای ما خرما و حلوا و چای آورد و نشست برای ما قصه کرد. اینقدر چیزها از دخترکش گفت که دلم را خون کرد. بسیار سخت است خدایی که انسان بچه 5 ساله‌ای پیشش بیفته از کلکین.
انسان خود را هیچ وقت نمیبخشه و شاید همین دلیلی بود که اون نمیخواست بپذیره که دخترش مرده. یه چیزهای عجیبی بعدتر شروع کرد گفتن که شاید ما فکر کردیم این زن کمکی دیوانه شده. اون میگفت که دخترم در همین خانه زندگی میکنه، هنوز نمرده. دستام دوندون شد. دیگه ما بلند شدیم و رفتیم خانه خود. اما شب وقتی کنار شویم خوابیده بودم دائم ذهنم میرفت دنبال اون مادر بیچاره و اون دختر و فکر این که در خانه زندگی میکنم که یک بچه در بین حیاتش غرق در خون شده و مغزش متلاشی شده. دلم ریش میشد. همین فکرها رو هم میکردم که خوابم برد. در خواب هم کلی چیزهای وحشتناکی دیدم. خودم را دیدم که یک بچه هستم، یعنی بچگی خودم بود که یک دوستی داشتم و با هم عروسک بازی میکردیم و باز شروع کردیم به کاغذ باد بازی و کاغذ باد بازی هم به این طریق است که شما میروید روی پشتمان و کاغذ بادتان را رها میکنید در باد و همینطور نخش را با حرکت باد بیشتر و بیشتر رها میکنید و هر بچه‌ای دلش هست که مال او بالا و بالاتر بره و بعضی اوقات سر این شرط میزنن و هر کس کاغذ بادش بالاتر بره برنده میشود. خلاصه من و دوست کوچکم هم رفتیم روی بام و کاغذ بادهایمان را هوا کردیم و وقتی دوست کوچکم داشت پسک میرفت من به او گفتم مواظب باش، عقبت را هوش کن، اما اون متوجه نشد. پایش لخشید و رفت. من دویدم که او را بگیرم اما دیدم داخل حیاط افتاده و تمام حیاط پر از خون و خیلی بد نوشته. دلم یه جوری شد. این دقیقا همون صحنه بود که وقتی شوهرم داشت از مرگ دختر همسایه‌اش گپ میزد به ذهنم آمده بود و حالا شب در خواب میدیدم. فریاد زدم و از خواب پریدم. شوهرم گفت چی شده؟ خیس عرق شده بودم. گفتم هیچ. رفت برایم آب آورد و اون شب کمی با بیحالی خوابیدم. روزها در خانه بودم و به کارهای خانه میرسیدم. عروس نو بودم. عروس نو بسیار شوق دارد به این رقم چیزها. میدانی دیگر که خانه را مرتب کنه، تمیز کنه، همه چیز را مقبول و صحیح بچینه، خودش را مقبول آرایش کنه، غذا درست کنه تا شویش میایه بیا هم آمادگی بگیره که مهمان میایه یا مهمانی بره. بله دیگه من هم به همین کارها مشغول بودم. خانه را جارو زدن، گردگیری، آب دادن به گلها. اما هم یکی آن دفعه صدای گریه میشنیدم و میگفتم خدایا کیه در این ساختمان بچه داره که داره گریه میکنه. هر وقتایی که در خانه تنها بودم همین صدای گریه را میشنیدم و ورخطا میشدم و حتی از همسایه و شوهرم هم میپرسیدم کسی در خانه بچه داره؟ چرا به این بچهشان نمیرسن؟ بیچاره همش گریه میکنه. گاهی وقتا نیم ساعت و گاهی هم یه ربع. اما در ساختمان ما فقط یک زوج پیر طبقه بالا زندگی میکردن. ما که وسط بودیم و پایین هم همسایه مصیبت زده ما بود. یک روز رفته بودم سبزی بخرم، برمیگشتم خانه. دیدم که زن همسایه‌ام داره میایه. در رو باز کردم و وارد شدیم. هنوز لباس سیاه به تنش بود. دور چشمهایش گرد و فرو رفته بود. اختلاط کردیم و وارد خانه شدیم و او از من دعوت کرد بروم داخل. برایم چای آورد و گفت همه فکر میکنن من دیوانه شدم. گفتم چرا؟ گفت والا من میگم دخترم نمرده. گفتم خدا بیامرزه دیگه. دختر شما هم مثل یه فرشته ای بود و شما باید به رضای حق راضی باشید. او گفت نه، دختر من در همین دنیاست. دختر من به اون دنیا نرفته. روحش در همین خانه سرگردانه. هر بعد از ظهر دخترم شروع میکنه به گریه کردن. من صدای گریه ایش را میشنوم و اینقدر باهاش حرف میزنم تا دخترکم ساکت میشه. در این لحظه انگار که من خودم از روی بوم افتاده بودم. هر بعد از ظهر من خودم صدای گریه دختر بچه رو میشنیدم و حالا مادر دختر بچه میگفت که این روحه که گریه میکنه و وقتی گریه میکنه باید باهاش حرف زد تا آروم بشه. سری مثل دیوونه از خونه زنک زدم بیرون. زنی که دیوانه بود و مرا هم میخواست که دیوانه کنه. رفتم در خانه اون روز و منتظر بودم تا شوهرم بیایه. اما خیلی میترسیدم مگر صدای گریه بچه را بشنوم. اما خوشبختانه اون روز صدای گریه ای نشنیدم و وقتی شوهرم آمد من بهش گفتم که زن همسایه چی گفته. او گفت خیر است، داغ دیده است دیگه، مادره.
من گفتم اما من هم صدای گریه را شنیدم. شوهرم گفت خیالاتی شدی. به این چیزها زیاد فکر نکن. اما من هرچه تلاش میکردم به این چیزها فکر نکنم بدتر و بدتر میشد. و از فردایش دائم صدای گریه در سر تا سر خونه میپیچید و من داشتم دیوانه میشدم. آخرش دیدم من هم کم کم دارم با اون صدا صحبت میکنم. میگفتم چی میخوایی بچه جان؟ چرا گریه میکنی؟ صدا آروم میشد. باز که من ساکت میشدم صدای گریه شروع میشد. میگفتم دختر جان تو را به خدا دست از سر من وردار. برو پیش مادرت. خدا تو را رحمت کنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ شوهرم هم کم کم متوجه تغییر حالت من شده بود، ولی من سعی میکردم بهش هیچی نگم از اینکه در طول روز دارم با یه روح صحبت میکنم. اما بالاخره حال من بدتر و بدتر شد و گیجتر و سردرگمتر میشدم تا اینکه به شوهرم گفتم همین رقم است. من همچین چیزی را در این خانه میبینم. این روح از جن از هر چی که از مرا رها نمیکنه و انگار که در خود شکسته شدم. بله، اونجی بود که مادرم گفت که باید تو را ببرم در پیش دعاخون. مرا چند جا بردن در پیش دعاخون، اما من میگفتم باید از این خانه بروم. ولی با این حالم بهتر شد. دیگه صدا نمیشنیدم. اما اتفاقی که بعدتر افتاد باعث شد من دیگه دیوانه بشم و چند ماه را در آسایشگاه روانی زندگی کنم. یک روز سبزی خریده بودم. آمدم خانه. در را باز کردم و وارد حیاط شدم که یک دفعه با یک صدای ترق ناگهانی یه چیزی جلوی پام افتاد و تمام وجودم غرق در خون شد. سر زن همسایه بود که از بالای بوم خود را انداخته بود. جلوی سرم پخش شده بود و خونش روی صورت و لباسم را رنگین کرده بود. من هم 1 ساعت تمام بالای سرش نشستم و گریه کردم. زار زدم تا اینکه مرا جدا کردن از اون جنازه و بعد از او دیگه نمیتونستم حرف بزنم و مرا بردن بستری کردن در بیمارستان. وای، چه اتفاق هولناکی! به نظر من تمام این اتفاقایی که مربوط میشه به ماورای طبیعی یه گنجایش خیلی خیلی بزرگی میخواد که اکثر آدمو ندارن. خب با همچین چیزایی وقتی ارتباط برقرار میکنن فراتر از گنجایش وجودشونه. من اینجا هستم تا ماجراهای شما رو بخونم، تا کامنت بگیریم، تو کامنت ها صحبت کنید. شاید مثلا با صحبت بعضیا دلگرم بشین. امیدوارم بهترینا براتون پیش بیاد. دوستای عزیز، اگه شما هم میخواین برای من ماجرای زندگیتون رو بفرستین، میتونید با آدرس جیمیل، اینستاگرام یا تلگرامم که همه رو تو دیسکریپشن گذاشتم بفرستین، به صورت وایس یا نوشته. منتظرتون هستم. فعلا